توی این ویدیو در مورد داستان زندگی رهبر و پیشتاز نسل سوم رپرهای ایران یعنی پوریا پوتک صحبت میکنیم. اگر تو هم عاشق رپی و طرفدار این رپر معروف هستی این ویدیو رو تا آخر ببین. پوریا عرب معروف به پوریا پوتک در 6 تیر سال 1371 در تهران به دنیا آمد. پوتک خواننده، آهنگساز، یوتیوبر و رپری اجتماعی، سیاسی و فلسفی است. سبک شعرهای اعتراضی با زبان تند و همراه با بیان مفاهیم فلسفی و عقیده‌ای دارد. پوتک تاکنون آلبوم‌های زیادی منتشر کرده، از جمله آلبوم‌های معروف او خدا مرده، پیامبر، 313 میتوان اشاره کرد. او اولین فعالیت حرفه‌ای خود را در 18 سالگی با آلبوم نسخ شروع کرد. در ادامه بیشتر در مورد زندگی شخصی پوریا پوتک حرف خواهیم زد که قطعاً میتونه برای طرفدارا و عاشقان این رپر ایرانی جذاب باشه. پس با ما همراه باشید. پوتک مثل خیلی از سلبریتی ها در زمان کودکی و نوجوانی از لحاظ مالی و اجتماعی شرایط خوبی نداشت. شاید جمله‌ای که به یکی از مخاطبانش گفته اول پولدار شوید و بعد سلامت باشید به همین خاطر باشه که از فقر متنفره. پوتک پس از اتمام تحصیلات پیش دانشگاهی خود رشته فناوری کامپیوتر را برای ادامه تحصیل خودش انتخاب میکنه، ولی رویا و علایق او خوانندگی بود که لحظه ای از ذهنش کمرنگ نمیشد. آخر سر تصمیم میگیره ترک تحصیل کنه و به دنبال آرزوهای خودش بره. پوتک در سال 94 در یک تصادف رانندگی مقصر شناخته میشه و به مدت 1 سال به زندان میره و به دنبال این اتفاق پوتک هم مثل خیلی از رپرهای نسل اول مثل حسین تویی، رضا پیشرو موانع و مشکلاتی در ایران براش پیش میاد و مجبور میشه به کشور دیگه یعنی اوکراین مهاجرت کنه. قبل دیدن ادامه ویدیو ازت دعوت میکنم اگر از ویدیو خوشت اومده ویدیو رو لایک کنی و از ما حمایت کنی. پوتک بعد اینکه به اوکراین مهاجرت کرد در سال 2014 با زنی به نام جولیا آشنا شد و 3 سال بعد با او ازدواج کرد. البته باید اشاره کنیم به اینکه پوتک در گذشته رابطه‌هایی نیز داشته ولی هیچ کدام از این رابطه‌ها را منتشر نکرده. شاید یکی از دلایل علاقه خود من به این بشر همین باشه که برخلاف خیلی از سلبریتی‌ها با دارایی‌ها و اطرافیان خودش شعاف نمی‌کنه و تا جای ممکن خانواده خودش را از حاشیه‌ها دور نگه می‌داره. گفته میشه که جولیا قبلا دختری به نام دیانا داشته و پوتک او را مثل دختر خودش میدونه و رابطه صمیمی و خوبی با هم دارند. بعد از مدتی شایعه بازداشت شدن جولیا در همه جا پخش میشه و پس از گذشت مدتی پوتک اولین عکس پسرش را در صفحه اینستاگرام خودش منتشر میکنه و خبر از پدر شدن خودش را به فالووراش میده. اگه تا اینجای ویدیو با من همراه بودی باید بگم آخر ویدیو قطعا شگفت زده میشی اگه بدونی پوتک فقط از یوتیوب چقدر درآمد داره. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش. همانطور که گفتیم پوتک آلبوم های متعددی منتشر کرده ولی 3 تا از این آلبوم ها خیلی محبوبیت بیشتری دارند. 1 آلبوم چنگار که به موضوعات فقر، نابرابری و خشونت اجتماعی میپردازه. 2 آلبوم روتشیلد به مسائل سیاسی و اقتصادی ایران اشاره میکنه و 3 آلبوم شاخ قرمز که پرهزینه ترین آلبوم پوتک هم همین آلبومه و این آلبوم حدود $35,000 هزینه داشته، به موضوعات هویت و فرهنگ میپردازه. خب حالا میپردازیم به 3 تا از آهنگ‌های برتر پوتک. 1 آهنگ مادر. در این آهنگ پوریا داستان مادر و پسری را به صورت رپ روایت میکنه
که پسر از چهره مادر خودش که یک چشم نداره خجالت زده است و مادر خودش رو پنهان میکنه و زمانی که بزرگ میشه مادرش رو ترک میکنه و نه تنها خودش بلکه همسر و فرزندان خودش رو هم از مادرش دریغ میکنه و زمانی که مادرش فوت میکنه و برای پسرش نامه‌ای فرستاده میشه و توی این نامه نوشته شده که پسر زمانی که در کودکی چشم خودش را از دست داده مادرش چشم خودش را به پسرش داده است. 2. آهنگ ایلومیناتی. در این آهنگ پوریا به زبان بسیار تند و انتقاد شدید نسبت به مذهب و دین آهنگ خودش را آغاز میکنه. این آهنگ مورد توجه خیلی ها قرار میگیره و بازتاب خیلی زیادی هم داشته. 3. آهنگ درک دنیای جدید. این آهنگ جنجال بسیاری به پا کرد و در ابتدای این آهنگ پوتک کلماتی به کار میبره که به ترتیب حروف الفبای فارسیه و این نکته بسیار جالبیه که پوریا توانسته همچین آهنگی بسازه و منتشرش کنه. سال 98 بود که پاندمی کرونا در اوج خودش بود. پوتک در این سال سایت شرط بندی خودش رو تأسیس میکنه. این سایت به دلیل مزیت‌هایی که نسبت به رقبا داشت مثل واریزی سودها، جوایز، پرداخت، انتقال وجه، جایگاه خودش را به عنوان معتبرترین سایت‌های شرط بندی در بین کاربران ایرانی پیدا میکنه. البته باید به این اشاره کنیم که امروز دیگر هیچ اثری از این وبسایت شرط بندی نیست. پوریا در یکی از کلیپ‌های یوتیوبی خود سبک خوانندگی و صدای پویان مختاری را تقلید میکنه که با واکنش تند او مواجه میشه. پویان در واکنش به پوریا با یک آهنگی به نام یوتیوبر منتشر میکنه که در متن به پوتک و همسرش توهین میکنه. پویان حتی بعد این ماجرا باز کوتاه نمیاد و یک سایت شرط بندی به نام جولیا راه اندازی میکنه. شایعاتی وجود داره که پوتک به بیماری سرطان مبتلا شده. برای صحت این موضوع منابع خاصی وجود نداره، ولی در یکی از صحبت‌های پوریا با کانال یوتیوبی کوکتیل تیوی عنوان شده که مدارک بیماریش را به زودی منتشر میکنه. حالا میرسیم به درآمد و دارایی پوریا پوتک. این سوال شاید سوال خیلی از طرفدارای پوتک باشه و همیشه ذهن این طرفدارا رو نشخوار کنه که درآمد پوتک چقدره و از چه راههایی درآمدزایی میکنه. آمار دقیقی نمیتوان از میزان درآمد این رپر گفت، ولی با توجه به هزینه‌هایی که در ویدیوهایش میکنه و لایف استایلش رو که بررسی میکنیم متوجه میشیم که پوتک درآمد بالایی داره. پوتک پولهای زیادی از منتشر کردن آهنگ آلبوم‌های خود به دست میاره. او آلبوم‌های خودش رو پیش فروش میکنه و البته افراد زیادی نیز از این موضوع استقبال میکنن. راه درآمدزایی دیگه او از طریق برگزاری کنسرت‌های زنده اوست. منبع درآمد دیگر این رپر از طریق یوتیوب هستش که او دنبال کننده‌های زیادی در این پلتفرم داره و بر اساس آمار سوشیال بلید ماهیانه بیش از $50,000 و سالیانه بیش از $600,000 فقط از طریق یوتیوب درآمد داره. راستی به نظر شما اینکه پوتک به سرطان مبتلا شده چقدر میتونه حقیقت داشته باشه؟ زیر این ویدیو واسم کامنت کن. توی این ویدیو در مورد بیوگرافی پوتک صحبت کردیم و توی ویدیوی بعدی در مورد بیوگرافی حسین تویی با هم صحبت خواهیم کرد.